گوشه میره یک زیبایی، یک شکوه، یک عظمت میبینیم. بنابراین وقتی ما یکون گوشه رو میگیم این بسیار زیباست، این کار جای دیگه نمیشه. کلوب میریم و بزرگی و جوانمردی و عظمت، بدخشان میریم همین عظمت و بزرگی و زیبایی بلندی. اینا مسجد رفتیم، شما مسجد روید انسان مثل فرشته، کوه چقدر زیبا، دریا همه جا. بنابراین برای رشت چی بگیم؟ رشت یکی از مرکزهایی است که پایه‌گذاری دولت نوین تاجیکان اینجا آغاز شده است. یعنی اولین قرار تأسیس دولت تاجیکان 10 مارس سال 24 تأسیس ولایت تاجیکستان اجازه داده شد. چونکه وقتی نصرت‌الله مقسوم گفت که اینجا هست جایی که 100% تاجیکی هست، بعد گفت همون دو ولایت کوهستان که تاجیک بوده است همون را گرفت ولایت تاجیکستان. نشون است که همین سه منطقه است که شما به یگان دلیل همین را غیر تاجیکی اعلام کرده نمیشن. من اون هفته در مسجد موضوع را گفتم، خیلی ها در اینترنت بحث کردن که چی اساس دارد. برای همینجا من میخوام که برای کسایی که به تاریخ توجه دارن بگم که من همین حجت تأسیس ولایت تاجیکستان در اساس مسجد و رشت و درواز در ارخیو مرکزی اتحاد شوروی، اینا فوندی رقم 62 پاپکای رقم 2 صحیفه 101 جایگیر است و در کتاب استاد رحیم مصفان صحیفه 48-49 همین اقتباسش آورده شده است. بنابراین این یک صحیفه درخشانی تاریخی خلق ماست که همین منطقه رشت، منطقه مسجد و منطقه درواز این پاسپورت اساسی ما شد و در اونجا در اساس همین اولین ولایت تاجیکستان تأسیس شد سال 24 و نصرت‌الله مقسوم در بالای همین باز یا فوندامنت ولایت تاجیکستان ایستاده، بعد یکتا همه این ولایت‌های وزیره رو گرفتن. بنابراین این فضیلتش ما همیشه ذکر میکنیم. برای رشت از هر جهت احترام قائلیم که برای نصرت‌الله مقسوم یک احترام، برای استاد باقر رحیم‌زاده یک احترام، برای استاد ظفرنوزی، برای هر چیزی که رشت برای جمهوری داده است هر یک تاجیک سپاسگزار است. به طور نظم همینجا میخواستم بگم که برای لطف خدا دادت هزار تشکر، برای هر دری بگشادت هزار تشکر، برای نصرت‌الله مقسومت درود فراوان، برای باقر رحیم‌زادت هزار تشکر. الا چنار بلندی هزار ساله ملت، برای قامتی ایستادت هزار تشکر. بهشتی روی زمینی و یا بهشتی برینی، برای شبنم و شبادت هزار تشکر. این برای رشت و همین روحی بزرگی رشت، روحی بزرگی تاجیکی، همتی بزرگی تاجیکی این تمام نمیشه. دوستان ظفر چه گفتن؟ ما مرگ خیش احیا میشیم، باز احیا میشیم. بنابراین همین اخیراً روزی آمدن یک 2 روز پیش یک گروه صاحبکاران همین رشت که در شهر در ولایت خانتی منتی رسیه بودن زنگ زدن به من، گفتن که استاد ما همیشه چند صاحبکار رشت ششتیم و میخوایم که به شما یک کاستیوم گروپ، یک دلستوک، یک پالتو، یک توفلی روان کنیم. اما برای چی میگه که چون شما درباره ملت گپ میزنید، چون شما درباره منفعت‌های ملی گپ میزنید، درباره افتخار ملی گپ میزنید، ما قرار کردیم که همین رو به شما روان کنیم. بعد من گفتم که اکنون من او زیادی کاستوم دارم، شاید و دیدن که هم اجام یک کاستوم داره با خلاصه لازمی اومده، ولی اون مهم نیست. من گفتم که منم چی دارم، لیکن همین که
یک صاحبکار، ما اینکه صاحبکار با ملای چمیته عادی بود، صاحبکار با ارتیست کمک میکنه ما دیده بودیم، ولی صاحبکاری تاجیک بیاید گفت که به خاطری سخنرانی درباره ملت من مثلا خیلی هدیه میکنم، این یک گپی نواست. انه برای ما یک قصد برای من همه چی دارم، ولی این گپ شما گپی نواست برای من که صاحبکاری تاجیک و زمین رشت این همی خونی نصرت الله مقسوم همین است. من دوستم اگر همونو همین نوا را بینن از همینجا تشکری همونو رسونیم به خاطر ادمی روحیه، یعنی او در خودی خانتیمانتیست که یک ولایت سیبیر است گفته بود. در اونجا شیشتن گفتن که همین در فیسبوک گوش کردن گفتن که همین آدم در ما همین هدیه را اینومی صاحبکارای رشت میفرسته. این واقعا حادثه تاریخی است از نظر اهمیت ملیوم، از نظر اینکه صاحبکار ما ملی فکر میکنند، از نظر اینکه صاحبکار ما قناعت داره اکو از مرحله او دومولو را خیر کردن و ارتیستا یاران کردن برآمده است به مرحله که دولت درک میکند. این به خدا برای من برای همین احساسی میشن چون که یک بمب برای من که این گفتی ناموسته